راست گپ لایق خودش شکلان شاعری زمان معاصر بود و مضمونا شاعری زمان کلاسیک بودند. صاحب تبریزی را میخونی لایق پیش رود میآید، لایق هم میخونی صاحب پیش رود میآید. برای همین ما چند مرتبه که یادآوری کردن، استاد خوب یادآوری کردن، یگانه ممکن شاعرها همش هم ثروتمند هستند یا اینکه کم بزاعت با این هم دارند، لیکن لایق بسیار خاکسار، عادی، طبیعی و صمیمی و زمینی بودند که در هم 50 سالگیش هم رفتیم همراه ما آمدیم. استادای اینجا زیاد هستند، خب بعضیشون نیستن، استاد سفرشور دیگر ها همون هیچی قدر همین زندگی عادیانه داشتن. برای همین من امروز یک سرود شعر اونها رو آوردم که من در این دنیا چی دنیا داشتم، یعنی که دیوانی غزل ها داشتم، از این در بیشتر دولت سهولت دیگر چیزی نیست. برای همین من خاطر شما رو با این سخن شد میکنم. دنیا داشتم عشق سوزان جان شیدا داشتم. من در این دنیا چی دنیا داشتم عشق سوزان جان شیدا داشتم. مهری افزون یاری یکتا داشتم، راز پنهان داغی پیدا داشتم. یک دل همشوری دریا داشتم. من در این دنیا چی دنیا داشتم، یک کفی باز چو پهنا داشتم، یک تنی تنهای تنها داشتم، یک دلی با جمله دلها داشتم. در دلی امروز فردا داشتم. هم نظرها داشتم، توشه با هم سفرها داشتم. یعنی دیوانی غزلها داشتم. من در این دنیا چی دنیا داشتم داشتم داشتم.
استاد دولتمند تشکر، زنده باشید. از یاد نمی رود که در خانه اکای دولتمند در اون روزگار بعد از جشن سالهای 3 شب و 3 روز دسترخوان گسترده میشد، سحر بیگاه جمع کرده میشد و در اونجا من بار اول دیدم که همین 3 شب و 3 روز بزم شعر، بزم سرود بود. من همین هندوها میگن که با خوندن سنگ آب میشود. من در همونجا همین دیدم. وقتی که قربان زردکفن نامشون میخواد، بعد استاد آدین هاشم دولتمند با نوبت سرود میخوندن، در بین استاد لایق شعر میخوندن و آخرش این میدانه 3 روز دوام کرد و غزل ها تکرار نمیشدن. این عجایب و من تماما مفتون شده بودم و آخرش در این مسابقه در آخر دولتمند جوانتر که بودن بدر کردن پیراهن و چنان با نواختن و سرودن در اومدن که واقعا پیروزی به دست آوردن. هیچ این لحظه از یاد نمیره. زنده باشید. تشکر احمد.